چگونه؟ مثلا در یک حدیث آمده است که پیامبر صلی الله علیه و سلم گفتند که سباب المسلم فسوق و قتاله کفر. حقارت کردن مسلمان این فاسقی هست. یعنی کسی که یک مسلمان حقارت میکند، دشنام میدهد، این فسق است. فسق یعنی گناه است. لیکن و قتاله کفر، به قتل رسانیدن مسلمان این کفر است گفتند. حالا با امام بخاری رحمت الله علیه در بابهای نوبتی میبیارند که دو گروه مسلمان ها با هم دیگر جنگ میکند و الله تعالی هر دوی آنها را هم مسلمان نامید و این طایفتان من المؤمنین. اگر دو طایفه از مؤمن ها به هم دیگر جنگ کنند و در جنگ کشتار میشد، فاصلحوا بینهما، بین آنها شما صلح اندازید. و در دومش که انما المؤمنون اخوه، مؤمن ها برادر هستند. یعنی تمام علما، تمام مردم میدانند که قتل مسلمان کفر نیست که انسان از ملت اسلام بیرون برآورد. یعنی یک انسان، یک مسلمان دیگر را قصدن اگر به قتل رساند، او کافر نمیشد. او گناه کبیره هست که 5 وعید در حقش آمده است، لیکن از دایره دین مقدس اسلام بیرون نمیبرد، او کافر نمیشود. بنابراین وقتی که اگر حکم قتل داده شود هم به همین قاتل، برای اینکه مسلمان به قتل رسانید، بعد اینکه حکم قتل داده شد در قبرستان مسلمان ها دفن کرده می شود. خب این حدیث عبدالله بن مسعود، حقارت کردن مسلمان فسق است و قتالش کفر است، در صحیح بخاری و مسلم است و در سنن ترمذی هست.